محمد رضا ارتباطمون باش قطع شده. رضا از تهران نظر شما رو میشنویم. خسته نباشید خانم نجیبی. سلامت باشید. بفرمایید. خوشحالم که میتونم تو برنامه‌تون شرکت کنم. ببینید راجع به این که کمک‌های نظر یکی از نهادهای سازمان ملل این بود که بعضی از کمک‌ها باید در واقع قطع بشه، کمک‌هایی که به ستاد مواد مخدر ایران میشه. ببینید من از این بود این قضیه نگاه میکنم که شما خودتون هم بهتر میدونید که مبارزه با مواد مخدر در مرز افغانستان با ایران هزینه‌های خیلی بیشتر از کمک‌هایی رو داره در واقع به ایران کمک کرده و شما خودتون هم میدونید ایران هیچ چشم‌داشتی به نظر من نداشته به این کمک. نیاز داره البته به این کمک‌ها، ولی خب چشم‌داشتی نداشته که بخوان این کمک‌ها رو قطع کنن. مگه خب به نظر من خود مرز بین مکزیک و آمریکا هم خب مرز کمی نیست و در واقع اونجا هم یک مرز قاچاق مواد مخدر خیزی هستش و خود آمریکا هم در واقع اونجا به نظر من با قاچاقچی‌ها به همین سیستمی که ایران داره مبارزه میکنه مبارزه کرده و کم قاچاقچی کشته نشده اونجا. و به نظر من نقش رسانه‌ها خیلی میتونه مؤثر باشه. ببینید به نظر من عرض کنم خدمت شما که در چه زمینه؟ در زمینه آموزش منظورتونه نقش رسانه‌ها؟ بله دقیقا در زمینه آموزش و از همه مهمتر به نظر من خب چرا صدای آمریکا باید با یه قاچاقچی مثل عبدالمالک ریحی بیاد در خود صدای آمریکا مصاحبه کنه؟ مگه اون آقا قاچاقچی نبوده؟ خب این اجازه بدین این موضوع رو من نمیدونم، حالا شما دلایلی دارید حتما براش. بله نمیدونم رضا صداش